سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. من محمدم و امروز میخوام راجع به فصل هفتم ریک اند مورتی براتون صحبت کنم. بریم که شروع کنیم. خب فکر کنم لازم نیست راجع به این سریال صحبت کنم، ولی خب چند تا نکته راجعش میگم. اول از همه این سریال در ژانر بزرگسال هستش و برای مخاطب بزرگسال در ساخته شده که یعنی بعضی از صحنه‌هاش برای بچه‌ها مناسب نیست. خلاصه که مراقب باشیم با کی این سریال رو میبینید. دوم این که این سریال فعلا 6 فصلش رو و فصل هفتمش هم در ساخته و به زودی پخش میشه. البته طبق چیزی که سازنده گفتن تا 10 فصل هم تمدید شده. و فکر کنم اکثر شمایی که این ویدیو رو دارین میبینین باید سریال رو هم دیده باشید احتمالا، ولی اگه هم ندیدین مشکل نره، چون این ویدیو توش هیچ اسپویلی نیست و با خیال راحت میتونید تماشاش کنید. خب از این بحث که بگذریم میرسیم به سر حاشیه‌هایی که تو این مدت داشته بعد تمام شدن فصل 6 این سری. اولین موضوعی که باید بهش اشاره کنم راجع به دوبلور اصلی این سریال هستش، این جاستین رویلند که شخصیت ریک و مورتی رو صداگذاری میکرد و البته جزوی از خالقان این سریال هم حساب میشه، ولی به خاطر اتهاماتی که بهش وارد شد از این سریال کنار گذاشته شد و در فصل‌های بعدی و همچنین فصل 7 حضور ندارد. و خب برای کسایی مثل ما که این سریال رو تا اینجا دنبال کردن باید قبول کنیم بخش از جذابیت این سریال به خاطر صداپیشگی جذاب جاستین رویلند هستش که هر دو کاراکتر اصلی این سریال رو بازی کرده و اکثر ما واقعا از شنیدن این خبر ناراحت شدیم. البته بجز اونایی که این سریال دوبله دیدن. الان شاید با خودت فکر کنی کی آخه تو ایران ریک اند مورتی دوبله میکنه داش، با اون همه صحنه‌ای که داره که بعضیا اصلا بیان با دوبله اونو ببینن. خب اینجاست که میگم اشتباه میکنین، بعضیا واقعا دوبلش کردن، حتما نباید تو گوگل باشه که بهش نیست. خب یه خورده از بحث اصلی دور شدیم. البته کل مشکلاتی که باهاش مواجه شد اینا نبودن، چون که جاستین رویلند یکی از مؤسسان اسکوانچ گیم هم بود و سازنده 2 تا بازی تراور سیو یونیورس و های جان لایف که الان گیم پلیر و اسمشون میاد روی صفحه. اما به خاطر اتهاماتی که بهش وارد شد از سانچین خداحافظی کرد و از اونجا هم رفت. خلاصه که همه چیزش از دست، کل اعتباری که توی سالا ساخته بود. واقعا نمیدونم این قراره به کجا برسه این اتهام و دادگاه هم که برگزار شد ولی خب به نتیجه ای نرسید. نظرتون راجع به جاستین رویلند توی کامنت ها بنویسین. از این بگذریم. خب میرسیم به زمان پخش سریال ریک اند مورتی که شاید دلیل اصلی کلیکتون روی این ویدیو باشه. خب اولین قسمت از فصل 7 این مجموعه 24 مهر 1402 میاد که یعنی کمتر از یک ماه دیگه میتونید تماشاش کنید و بعد از اون قسمتاش به صورت هفتگی منتشر میشه. فقط من امیدوارم که با رفتن جاستین کیفیت سریال افت نکنه، چون یکی از خالقان این سریال هم هستش دیگه. البته خودشون توی حساب رسمی توییتر ریک اند مورتی گفتن که با رفتن جاستین هیچ مشکلی برای سریال اتفاق نمیافتد که حالا باید ببینیم و تعریف کنیم. خب بچه‌ها به پایان ویدیو رسیدیم. اگه تونستم بهتون کمکی کرده باشم دکمه لایک رو بزن و اگه از اینجور سبک محتوا دوست داری ساب کن. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.